Ayatollah killed my people. Please help my people. Please help Reza Pahlavi. Come to Iran. Baby Netanyahu. Please come to Iran. Please help Iranian people. Ayatollah killed my people. Please help. City wrapped in the dark, but the fire in the street still lights every spark. They shut down the grid, think silence is peace, but you can't unplug a soul that refuses to sleep. Mothers screaming names into concrete skies, blood on the pavement, truth in their eyes. No Wi-Fi bars, but the signal is strong. Freedom got a heartbeat and it's pounding in song. They won't fear, they won't ghost, they won't knees on the floor. But our arms stood up like it's never before. From Tehran to Kurdistan, from south to the north, every chance they promise. چو ایران نباشد تن من مباد. خب دوستان، ما این تجمع رو به نام ایران، به یاد اونایی که صداشون با گلوله خفه شد، به نام ایران شروع می‌کنیم و به احترام ایران با سرود ملی ای ایران آغاز می‌کنیم.
جاوید پاینده خب دوستان، ما امروز اینجا جمع شدیم که یک پیام روشن بدیم. این جنایت نباید عادی بشه، نباید فراموش بشه. هدف ما امروز از این تجمع اینجا رسوندن صدای مردم ایرانه و افکار عمومی به مستر پرزیدنت ترامپ و اروپا، فشار آوردن به دولت‌هایی که اقدام واقعی نکردن، فقط حرف زدن. نشون دادن این که مردم ایران تنها نیستن، ما صدای مردم ایران هستیم. لازم میدونیم به صورت روشن و صریح به یک تناقض بزرگ در سیاست‌های غرب، به ویژه ایالات متحده آمریکا اشاره کنیم. اگر شما اعلام می‌کنید که جمهوری اسلامی نماینده واقعی مردم ایران نیست و مشروعیت نداره، اگر میگید این رژیم رو به رسمیت نمیشناسید، پس ادامه رفتارهای عادی دیپلماتیکتون به چه معنیه؟ چرا دارایی‌های این رژیم رو در خارج از کشور به طور کامل مصادره نمی‌کنید؟ چرا سفارتخانه‌ها و املاک وابسته به این حکومت در کشورهای آزاد همچنان فعال هستند؟ چرا نمایندگان این رژیم همچنان از مسئولیت دیپلماتیک و امنیت کامل برخوردار هستند، در حالی که دستشون به خون مردم آغشته هست؟ اگر این حکومت مشروع نیست، اگر این حکومت مردم خودش رو سرکوب و قتل عام میکنه، پس نباید از مزایای یک دولت عادی در نظام بین الملل برخوردار باشه. ما به طور مشخص با پیام واضح در خواستار این اقدامات هستیم: مصادره کامل دارایی‌ها و اموال وابسته به جمهوری اسلامی در خارج از کشور، تعطیلی سفارتخانه‌ها، مراکز رسمی، اخراج سفرای این حکومت و پایان دادن به حضور دیپلماتیک آنها، لغو مسئولیت و امنیت دیپلماتیک نمایندگان این رژیم انسانکش، کودککش، ادامه وضعیت فعلی، یعنی ارسال این پیام به حاکمان ایران که میتونه بدون پرداخت هیچ هزینه‌ای به سرکوب و کشتار ادامه بدن. ما باور داریم که زمان اقدامات واقعی فرا رسیده. مردم ایران دیگه نیاز به حرف زدن و دلسوزی ندارن. فقط بیانیه و ابراز نگرانی کمک به ما نمیکنه. زمان اقدام رسیده مستر ترامپ. تاریخ درباره این سکوت‌ها، این دوگانگی‌ها قضاوت خواهد کرد. خب عزیزان، برای اینکه صدا No government has the right to kill the people in order to stay in power. We don't seek disorder, violence, or war. We seek a responsible and human transition to a future in which no mother fears that her child will not come home. Today, from Amsterdam, we say to the United States, Mr. President Trump, and Europa, and the Netherlands, the people of Iran don't need words, only words. They need real and effective action. We are not asking anyone to decide for Iran. We only ask the world not to remain silent. Today from Amsterdam, we say to the United States and Europa, Mr. President Trump, the people of Iran don't need the words. They need
not to remain silent. The people of Iran are not alone. We are here, and their voice will not to realize. Our strength is not in our numbers, but in the justice of our reason. We stand here peacefully but firmly until justice replaces fear. Mr. President, action! 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 ممنون دوستان. رضا پهلوی! رضا پهلوی! رضا پهلوی! رضا پهلوی! دوستان از برادر مسعود واعظ و بنیانگذار حزب فرزندان کوروش دعوت میکنم که با پیام خود صدای این جمع، صدای مردم ایران را رساتر به گوش جامعه جهانی برساند. جاوید شاه. جاوید شاه، جاوید ایران، جاوید همه مردم ایران، جاوید جوانان ایران. ما اینجا جمع شدیم، اگر اجازه بدید ما اینجا جمع شدیم، همه شما توی این سرما آمدید. امروز خدا یاری کرده، آفتاب، خداوند شکر میکنیم. ما میخوایم یک دقیقه سکوت کنیم برای همه کسایی که توی این 47 سال، توی این 40 چند سال توسط رژیم شیطانی شهید شدن، کشته شدن. میخوایم یک دقیقه سکوت کنیم، یادشون رو گرامی بداریم. یک دقیقه با هم دیگه سکوت میکنیم. ممنون میشم. مرسی. من مسعود هستم، خادم کلیسای کوروش و 20 و چند سال توی هلند فعالیت میکنیم با درفش کاویانی و پرچم شیر و خورشید. روزهای اول خیلی اذیت شدیم و امروز خوشحالم که مردم ما بیدار شدن، جوانان ما به خاطر من و تو کشته میشن. روزی نیست که کسی کشته نشه. شعار من و شما الان فایده ای نداره. ما یه نامه تهیه کردیم برای وزیر امور خارجه هلند و سفیر آمریکا و از هلند که درش زندگی میکنیم و از مردم آمریکا و رئیس جمهور آمریکا میخوایم. 46 سال مردم ما زجر میکشن، درد میکشن و الان در فقر و گرفتاری هستن. روزی نیست که جوانان ما کشته نشن. توی بیمارستان به کسایی که زخمی هستن تیر خلاص میزنن. یعنی کاری نیست که اینا نکرده باشن. هیچ جمله‌ای از درد ما نمیتونه بگه. توی زندان تجاوز میکنن. هر روز صبح
آفتاب نزده مردم اعدام میکنن، جوانای ما رو اعدام میکنن، توی خیابون به بدترین شکل میکشن. ما از این وضعیت به سطوح اومدیم و کسایی که باعث و بانیشن الان ما همونجا هستیم. کسایی که توی این 40 و چند سال باعث و بانی این بدبختی های ما بودن، چه اروپایی یا چه آمریکا. ما آمدیم بگیم که آقای ترامپ، شما وعده دادید توی خیابون که مردم میان ازشون دفاع میکنید، پس مسئول کسایی که کشته میشن شما هستید. شما دارید تأخیر میکنید و این تأخیر هر لحظه، هر دقیقش مردم ما رو به کشتن میده. ما از شما میخوایم با عنوان هم فکر، هم مسلک، ما هم مسیحی هستیم، خیلی هم مسیحی هستید تو جمع ما، شما مسیحی هستید، به داد ما برسید و اگر شما مسئولیت در مقابل خداوند نداری، ما داریم. ما اولین قومی هستیم که دیدن عیسی مسیح رفته، اولین پادشاهی داریم که خداوند مسیح مسحش کرده، کوروش ما داریم. ما چیز زیادی نمیخوایم، که نفت ما رو میخوایم، جون ما رو میخوایم. نمیشه که همه رو با هم بگیرید، که نفت رو ببرید، بذارید مردم آزاد باشن. چرا اینقدر ما باید پناهنده داشته باشیم؟ 8 میلیون ایرانی پناهنده شده. اگر این رژیم شیطانیه، اگر این رژیم درست نیست، برای چی شما از اینا حفاظت میکنید؟ برای چی به اینا سفارتخونه دادید؟ اموالشون رو توقیف کنید، بدید به کسایی که رهبر این مردمن. رضا شاه دوم، این اموال رو توقیف کنید، این سفرا رو بیرون کنید. مگر اینا دنیا رو به فساد نکشیدن؟ مگر شما خودتون نمیگید؟ اگر چرا رفتار دوگانه دارید؟ چرا حرف دوگانه میزنید؟ چرا به این مردم کمک نمی کنید؟ شما وقتی که عراق حمله کرد کویت، خیلی سریع کلک عراق رو کندید. رئیس جمهور ونزوئلا رو کردین تو گونی بردید. خب اینم میبردید. چرا وقتی میتونستید کاری رو انجام بدید چرا انجام نمیدید؟ ما امروز میخوایم با گل، ما امروز میخوایم تو آرامش، ما امروز میخوایم با شادی. این شیک پوشیدن شما نگاه نکنید. من پر دردم، هموطن من کشته میشه تو خیابون به خاطر من، به خاطر تو که ما تو آزادی هستیم. چند تا باید کشته بشن؟ چقدر باید کشته بشن؟ چقدر مادر داغدار و پدر داغدار؟ اینا میرقصن سر قبر بچه هاشون، اینا از روی شادی میرقصن. ما از روی شادی لباس شیک پوشیدیم؟ نه، میخوایم به اینا بگیم که آقا ما گرفتار شدیم تو این دنیا. چرا به همه کمک میکنید؟ چرا به ایران کمک نمیکنید؟ مشکل شما با ایران چیه؟ چون اولین حکومت دنیاست، چون منشور آزادی داره، چون با سربلندی زندگی کرده. ما مشکلی با اینا نداریم، مشکلی با هیچ جای دنیا نداریم. ایرانی‌ها نه تروریستن، نه جنگجوان. یه راپورت از گزارش وزیر امور خارجه هلند در رابطه با پناهنده‌های ایرانی توی هلند، سالها بهترین پناهنده‌های هلند ایرانی‌ها بودن. من 2 بار با وزیر امور خارجه هلند ملاقات داشتم. آخه مشکل شما با ایران چیه؟ چرا این مشکل با بقیه کشورها ندارید؟ شما ونزوئلا رو بمباران کردی، مردمشون رو تو خیابون کشتی. دارید میبینید. نه تعداد کشته ها گفت قول میدن دیگه نمیکشن. یعنی چی قول میدن دیگه؟ پس تا حالا کشتن دیگه. تا حالا چی؟ نه دیگه قول میدن اعدام نکنن. تا حالا اعدام میکردن. حالا چی؟ پس ما میخوایم بریم آخر برنامه ساعت 3:30 با دست گل، مقداری گل فراهم شده دم سفارت، ازشون خواهش
رضا پهلوی، کینگ رضا پهلوی، کینگ رضا پهلوی. این متن رو به فارسی میخونم. بعد از خوندن یه متن هلندی هم آورده که نمیدونم لازم میشه بخونم یا نه، ولی بعد از اون یه سری شمع آوردیم به یاد همه عزیزانی که تو این چند وقت کشته شدن. شمع روشن میکنیم و بعد از اون بقیه شعارا رو میدیم. تا اونجا که ممکنه شعار باید بدیم و صدامون رو این سفارت آمریکا بشنوه. اوکی؟ یه بار دیگه. کینگ رضا پهلوی، کینگ رضا پهلوی، کینگ رضا پهلوی، کینگ رضا پهلوی. میخوام پنجره‌های سفارت آمریکا به لرزه بیاد. کینگ رضا پهلوی، کینگ رضا پهلوی، کینگ رضا پهلوی، کینگ رضا پهلوی. دمتون گرم. در 2 هفته اخیر در کشورم موجای مخالفت مردم با دولت حاکم شکل گرفته. مردم از بدبختی‌هایی که به سرشون اومدن خسته شدن. مردم از بیکاری فرزندانشون که تو سنین بالا بیکار و مجرد موندن به سطوح اومدن. مردم ایران از گرسنگی خسته نیستن. مردم ایران از آب و هوای سالم ندارن تو رنجن. مردم ایران از نداشتن آزادی در عذابن. آزادی کلام، آزادی بیان، آزادی پوشش، آزادی انتخاب راه، آزادی انتخاب مسیر اعتقادی و هر نوع آزادی قابل تصور از ایران گرفته شده. نام و برچسب کثیف جمهوری اسلامی بر پایه دموکراسی اونجا آویزونه، اما هیچ شباهتی به اسلام واقعی و دموکراسی واقعی نداره. مردم ایران که مسلمون هستن، حتی در این روزگار هیچ کسی که چسبیده به اون اعتقادات اسلامیش نیست. همه دارن فاصله میگیرن، همه از اسلام زده شدن. ما اینجا جمع شدیم تا صدای مظلوم مردم ایران رو به گوش دنیا برسونیم. پادشاه ما ازمون خواسته که امروز و فردا در سراسر ایران و تمام کشورهایی که ایرانی‌ها حضور دارن هم صدا بشیم و صدای مردم ایران باشیم، صدای زندانیامون باشیم، صدای کشته شده هامون باشیم، صدای مردم داغدارمون تو ایران باشیم و اجازه ندیم خون عزیزانمون پایمال بشه. عمر جمهوری اسلامی تموم شده. عمر دزدی‌هاشون از مملکت و خاک ایرانمون تموم شده. باید آب و خاک ما رو ترک کنن و ایرانمون رو به دست خودمون بدن و بذاریم مثل گذشته آباد و زیبا بشه. ما شاهمون رو میخوایم، ما شاهمون رو میخوایم، ما شاهمون رو میخوایم، جاوید کینگ رضا پهلوی، 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 خواهش میکنم توجه کنید. الان ما تو جمعمون یه آقایی هستش که پسر عموشو تو این تجمعات از دست داده و میخوان ایشون سخنرانی کنن. خواهش میکنم سکوت رو رعایت فرمایید. درود بر همه عزیزان. این عکسی که ببینین پسر عموی من هست، محسن جبارزاده.
کشته شده با تیر مستقیم در خیابان‌های تهران. امیدوارم این حکومت اشغالگر که 90 میلیون ایرانی رو گروگان گرفته هرچه زودتر سرنگون بشه و این پرچم شیر خورشید نشان هرچه زودتر برافراشته بشه و شاهزاده رضا پهلوی به ایران برگرده. از خون جوانان وطن لاله، خدا لاله، خدا لاله دمیده. از خون جوانان وطن لاله، خدا لاله، خدا لاله دمیده. و از قامت سر به همیشان سر بود، خدا سر بود، خدا سر خمیده. چه بد کرداری ای چرخ، سر کین داری ای چرخ. جاوید 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 جاوید. یه لحظه دوستان، یه لحظه صدا عقب میاد. یه لطفی بکنید شعارها همراهی کنید، پشت سری ها هم اگه نمیشنون بشنون، همراهی کنید صدا گسترده پخش بشه. جاوید 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 پاینده 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 پاینده. دموکراسی فور ایران، دموکراسی فور ایران، دموکراسی فور ایران، آلترناتیو فور ایران، آلترناتیو فور ایران، آلترناتیو فور ایران، فریدم فور ایران، فریدم فور ایران. کینگ رضا پهلوی. کبیری SOS فور ایران، 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 SOS فور ایران. SOS
نفر آسیب دیده. حالا هر چی زبونم را نمیخوام اسمشو ببرم. خطاب به اونایی که داخل هلند در داخل کشورهای اروپایی الان که مردم عزیزمون اینترنتشون قطع، صداشون قطع، هیچ کس حمایتشون نمیکنه، بیشتر به این نتیجه میرسیم که ما فقط خودمون رو داریم. ما فقط میتونیم دستمون رو بگیریم روی زانوهای خودمون. ما میتونیم هر کس گفته میشه بزن تو دهنش، هر کس گفته نمیتونیم دوبار بزن تو دهنش. شما باشم. من چهره‌های خسته، دلهای نگران و نگاه‌های امیدوار مردم را می‌بینم. ما نگرانیم، اما باور داریم که پیروز خواهیم شد. مردم ایران، ما با شما نفس می‌کشیم، ما با شما درد می‌کشیم و ما با شما پیروز خواهیم شد. دیگر کلمه امید کافی نیست. ما به باور رسیده ایم. پیامی دارم برای ناشنوایان ایران. میدانم مبارزه برای شما که نمیشنوید سخت‌تر است، چرا که صدا میتواند بگوید که خطر کجاست، اما شما به همان اندازه قوی و قهرمان به میدان مبارزه آمده اید. من و دوستان ناشنوایم اینجا هستیم کنار شما. شما را تنها نخواهیم گذاشت. ما صدا نداریم، اما مشت داریم و پرچم شیر و خورشید در دستان ما بالاست. درد ما عمیق است. خبر کشتار جوانانمان دل ما را شکست. دیشب ما هم مردیم، اما شما خیابانها را تنها نگذاشتید. خونهای ریخته شده راه بازگشت را بسته است. ما راهی جز پیشروی نداریم. من به شما افتخار می کنم. شما کاری کردید که امروز با افتخار بگویم من ایرانی هستم. Mr. President Donald Trump, our people began this revolution without you and under the leadership of the Crown Prince Reza Pahlavi. They will go to the end of it, and they are going to win with you or without you. History is already moving forward. What your choice today can determine how much blood is spilled along the way. Your support can mean fewer massacres, possibly fewer graves, fewer young lives lost. Every young person who falls is not just a number. It's the dream destroyed, a future erased, and a world full of hope wiped out. You made a promise. A man is not defined by his wealth, by his income, by his appearance, by his gender, or by his power. A man is defined by keeping his promises, by honoring his word and fulfilling what he has pledged. This is your moment. Honor your promise. Act now.
History is watching. Now I'm addressing the leaders and policymakers of the world. This is very important. Today we all heard the news. The massacre in Iran, the genocide in Iran, 12,000 or maybe more than 12,000, God knows. Just in 2 days, our message as Iranian to all of you politicians and leaders is this: we have rejected this regime. We, the people of Iran, have vomited this regime out. ما این رژیم رو استفراغ کردیم. After 47 years, we expelled the 47-year-old regime from our future. Islamic Republic is no longer belong to us, is no longer legitimate, is no longer ours to carry. Now, if you, the world politicians, want to eat this vomited, totally up to you. بخواین استفراغ ما رو بخورین. But do not pretend your dirty policy represent us. سیاست کثیف شما ما رو نمایندگی نمیکنه. Do not pretend it has our consent. اونا اصلا هیچ اجازه دیگه رژیم از ما نداره هیچ صحبتی بکنه از مردم ایران. We have already rejected completely. The blood of those thousands people is on the hands of every single person who saw and remained silent. Those who saw and choose diplomacy over the truth. Those who saw and looked away. Those who placed financial interest above human lives, especially in these recent days. Throughout the history of humanity, this genocide was unbelievable. Anyway, we have said enough. You can listen. We don't care or not to listen. We don't care. We're gonna move on under the leadership of King Reza Pahlavi. King Reza Pahlavi! King Reza Pahlavi! King Reza Pahlavi! SOS for Iran! 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 SOS for Iran!
silence. Your silence is violence. 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 Your silence. İran başlıyor. عزیزان نباید بذاریم بنیانگذار این 47 سال از یادمون بره. با اینکه خودش نیست ولی نباید بذاریم از یادمون بره. هر جا شنیدیم گفتن مرد بر خامنه ای مسترش بگیم لعنت بر مصدق. بنیانگذار این خون جویبار دریا مصدق بوده. مرد بر خامنه ای لعنت بر مصدق. مرد بر خامنه ای. لعنت بر مصدق. مرد بر خامنه ای. لعنت بر مصدق. اون که برسه به روحش. مرد بر خامنه ای. لعنت بر مصدق. مرد بر خامنه ای. لعنت بر مصدق. مرد بر خامنه ای. لعنت بر مصدق. Mr. President, the nights keep piling dead. Every day you stall, another street turns red.
hearing cries and broken glass and smoke. Promises right while the triggers choke. IRGC knives and uniforms of law. They hunt our kids, no shame, no flaw. In white-tiled halls where the wounded lie. They finish the job and call it security. We counted on you. Don't turn your face. Delay is a weapon. Silence is a blade. Act now before hope's erased. Act now before there's nothing left to say. History's a ledger, doesn't bend or wait. It brands the cowards and names the brave. If power means anything at all, use it now on the fall. We counted on you. Hear the drums of pain, blood on the pavement, prayers in the rain. Do it now, no speeches, no delay. Every hour costs lives you won't repay. Mr. President Trump, the clock keeps grinding on. Every silent sunrise, more lives are gone. Streets of Iran reek of blood and fear. Boots of the IRGC closing in year after year. Young hearts butchered in the open night. Hospitals and graves under broken lights. Wounded breathe once, then hear the shot. Mercy dies where terror's taught. Do you hear them calling from the fire and rain? They counted on you. Don't look away. Every day you wait, the toll goes higher. Act now, or watch a nation burning wild. Mother scream name the world won't say. Cells and streets are slaughterhouses today. Flags of power, hands of steel. Cut down hope with practiced zeal. History doesn't care for excuses or delay. It carves the truth in what you choose today. Stand or stall, there's no middle ground. Justice late is justice drowned. Do you hear them calling from the fire and rain?